دوستای خوبم، سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب بچه‌ها، امروز می‌خوایم موزیک یادت نی از آرتا رو با هم یاد بگیریم. خب خیلی موزیک قشنگیه و خیلی هم ترند شده این چند وقته و خب گیتارش هم خیلی باحاله که کلا روی 4 تا آکورده و هم آرپژ اصلی خود موزیک رو با هم یاد می‌گیریم و هم یه ورژن ریتم برای دوستانی که حالا می‌خوان با گیتار بزنن و بخونن. بریم بیایم واسه ادامه ویدیو. خب بچه‌ها، برای اجرای این آهنگ کل آکوردهایی که استفاده میشن، اولیش آکورد لا مینور، می مینور، فا ماژور و آکورد می ماژور که حالا اینا رو جلوتر که خواستیم ورژن ریتم رو با هم یاد بگیریم بیشتر بهش میپردازیم. خب برای اجرای آرپژ اصلی این آهنگ توی میزان اول ابتدای نیم باره میگیریم روی فرت پنجم، سیم‌های 1 2 و 3 و انگشت سوممون هم روی فرت هفتم سیم چهارم و به ترتیب به سیم‌های 4 3 و 2 بهشون ضربه میزنیم. خب توی قسمت بعدی انگشت دوممون روی فرت پنجم سیم 4، انگشت یکمون روی فرت چهارم سیم 3 و انگشت سوممون هم روی فرت پنجم سیم 2 و دوباره به ترتیب به سیم‌های 4 3 و 2 ضربه میزنیم. توی میزان سوم انگشت یکمون روی فرت سوم سیم 4، انگشت سوممون روی فرت پنجم سیم 3 و انگشت چهارممون هم روی فرت پنجم سیم 1 و به ترتیب به سیم‌های 4 3 و 1 ضربه میزنیم. و بعد از این قسمت هم انگشت سوممون میاد روی فرت نهم سیم 4، انگشت چهارممون روی فرت نهم سیم 2 و انگشت یکمون هم روی فرت هفتم سیم 1 و دوباره به ترتیب به سیم‌های 4 2 و 1 ضربه میزنیم. خب پس تا اینجای کار ما داریم. خب بعد از این قسمت دوباره انگشت سوممون روی فرت هفتم سیم 4 و همون نیم باره رو هم دوباره میگیریم روی فرت پنجم سیم‌های 3 2 1 دوباره به ترتیب به سیم‌های 4 3 و 2 ضربه میزنیم. منتها نکته‌ای که داره این بار بلافاصله که سیم 2 رو بهش ضربه زدیم بلافاصله باید میوتش کنیم. بعدش دوباره انگشت دوممون روی فرت پنجم سیم 4، انگشت اولمون روی فرت چهارم سیم 3 و انگشت سوممون هم روی فرت پنجم سیم دوم به ترتیب به سیم‌های 4 3 2 4 انگشت یکمون میاد روی فرت دوم سیم 4 سیم 4 سیم 3 سیم 2 و دوباره هم به سیم 3 ضربه میزنیم که کلش با هم به این صورت میشه. حالا دوباره انگشت یکمون روی فرت سوم سیم 4، انگشت سوممون روی فرت پنجم سیم 3 و انگشت چهارممون هم روی فرت پنجم سیم 1 دوباره به سیم‌های 4 3 و 1 ضربه میزنیم و توی میزان آخر هم فرت دهم سیم 4 با انگشت دوممون، فرت 12 سیم 3 با انگشت چهارمون، فرت دهم سیم 2 با انگشت دوممون، فرت نهم سیم 3 با انگشت یکمون. حالا انگشت سوممون روی فرت نهم سیم 4، انگشت چهارممون روی فرت نهم سیم 2 و انگشت اولمون هم روی فرت هفتم سیم 1 و به ترتیب به سیم‌های 4 2 و 1 ضربه میزنیم که کل میزان آخر به این صورت میشه. خب بچه‌ها، پس کل آرپژ این موزیک به این صورت میشه.
خب بچه‌ها این بود از آرپژ موزیک که با هم یادش گرفتیم. حالا بریم سراغ ورژن ریتم و آکوردها برای دوستانی که حالا میخوان با گیتار بزنن و بخونن. خب همونطور که قبلتر بهتون گفتم آکوردهایی که بهشون نیاز داریم اولیش آکورد لا مینور، می مینور، آکورد فا ماژور و آخریش هم آکورد می ماژور. و خب این موزیک رو هم میتونید با ریتم 4/4 بزنید و هم با ریتم 2/4 که حالا من خودم پیشنهاد میکنم که با ریتم 2/4 بزنید، قشنگ‌تر از آب در میاد. خب ریتمش هم به این صورته که یه ضربه به سمت پایین میزنید، یه آپاگادو، 2 تا ضربه به سمت بالا با انگشت شستتون، یه آپاگادوی دیگه و دوباره هم یه ضربه به سمت بالا. که اگر هم بخواید با گیتار بخونید به این صورت میشه. یادت نی چی واسه چی داره دیر میشه، به این سادگی بگو شدی مالکی که نی، نه یادت نی، یادت نی. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و این آهنگ رو به راحتی بزنید و از اجراش لذت ببرید. حتما اگر سوالی چیزی بود تو کامنت ها برام بنویسید. اگر هم آهنگ پیشنهادی داشتید که خواستید آموزشش رو براتون قرار بدم، اونم اسمش رو برام کامنت کنید. کانال منم حتما سابسکرایب کنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی فعلا.